چروک نکن. چروک کم چروک. یوسف جون. یوزارسی جونم. تو بوی یوسف مرا نمیدهی؟ از بوی چی میدم؟ یه بوناک چی میدم؟ به جان خودم یک عطر تند زده. چه عطری خب؟ مگه برای تو حد زدم؟ برای کی زدی؟ برای یکی دیگه زدم. بعد از اول بگو برو. ای بابا، چروکش به هم زد. عجب. آمدم. بیا. سری دیگه محکم. چه زلیخا. یوسف جونم. یوزارسی جون. خوشتیب. عجب بابا چه یوسف شلی تو. خب چی کار کنم؟ بابا سرسنگین باش. خب اصلا توجه نکن. باشه چشم. خب هر چی کار بگو دونه. باشه چشم. این سری دیگه بر نگردی آقا. باشه برنمیگردم. یوسف جون. یوزارسی جونم. یوسف جون. چی کار داری میکنی؟ کجا تو این فیلم زلیخا پرید یوسف رو بغل کرد؟ دیوانه این قسمت سانسور شد. این چی؟ یوسف پیامبر خدا بود نه؟ بله. پیامبر خدا به سمت درای بسته رفت یا نه؟ بله. درا به اذن الهی وا شده نه؟ بله. آفرین. یوسف فرار کرد، خدا کمکش کرد. درسته. این وایساده صاف و سیخ. یوزار سیخ. عجب. بابا آدم باید از هر شری فرار کنه. از دیوار پوسیده باید فرار کنه. راست گفتی، من حواسم نبود. اصلا حواسم نبود.